اما مهرداد میناوند ملی پوش سابق تیم ملی کشورمون و باشگاه پرسپولیس به دلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. برای آگاهی از با برانکارد نیومدن مهردادو ببرن، خودمون رفتیم تو آمبولانس، چقدر میگفتیم میخندیدیم. از بخش عمومی اومد رفت تو آی سی یو، با پای خودش رفت، اصلا با برانکارد اینا هم نیوردن. آره داداش آزمایش دادم، آره مثبته. از ظهر دیروز تا امروز متاسفانه 568 نفر فوت کردند. ویروس میخواهد تو را بترساند، اما در دل ما که جای خوف و خشیت خداست ترس راه ندارد. ما مریضایی داشتیم که مثلا مادرش اینجا بستری بود، پسرشون بر بستری بود. مادر مطلع نیست و همچنان اسرار مصطفی رو میگه. حالا پسرم از سر کار ماده بعد اومده که سرم درد میکنم. من یعنی 14,000 صلوات نذر کرده بودم برای مادر امام زمان که هی میفرستادم که دیگه 2,000 تاش مونده بود. مگه میشه این همه آدم تو رو صدا کنن و تو جواب هیچکی رو ندی؟ این خانومو براتون مثال بزنم که همه ازش قطع امید کردن، با توجه به سنش، درگیری ریش ولی خوب شد. اینجا دوست نداشتیم شما رو ببینیم. این دو تا همکارای خودمون که همون روزای اول همینجا بستری شدن تو شرایط خیلی خاص. یک همکار عزیزی رو، یک دوست عزیزی رو ما در اون شرایط صورت پیش بینی نشده ناگهانی متاسفانه از دست بدیم. بهش گفتم شهرروز قوی باش، آیلی منتظرته. گفت هستم، ولی نبود، متاسفانه نشد.